وابسته به سوال دیگرتان که بانک‌های مفلس شونده علاقمندی دارد و یکی از سوال‌ها در این سمت علاقه پاسخ دادیم که این زمان مرافع مفلس شوی دو بانک تاجپوربانک و فامانبانک در سود اقتصادی شهر دوشنبه مورد بررسی قرار دارد. برای همین باز میگویم که حاضر ما معلومات دقیق که آیا دارایی‌های بانک طلبات پسندازگزاران را به پورگی امروز قناعتمند میکند یا نه معلومات دقیق گفته نمیتوانیم، زیرا که حالا همین مرافع مفلس شوی جنبست کرده نشده است. این مسئله تنها بعد آن که مدیر مخصوص حسابات مفصل خود را در مهلتی که قانونگذار مقرر کرده است پیشنهاد کند، بعد گفته میتوانیم که آیا طلبات همه پسندازگزاران قانع کرده شد یا نشد، یا چند نفر موندن که مبلغ‌های خود را گرفته نتوانستند. پرونده چند وقت باز معلوم بررسی؟ پرونده از سال 2017 ماهش خاطرم و نیست ادامه دارد و امروز عموما جریان مفلس شوی، یعنی که مرافع مفلس شوی از روز آغاز باید در دوام 2 سال بررسی کرده شود، در صورتی که اگر مدیر مخصوص عهده‌داری خود را پررا به انجام رسانده نتواند در دوام 2 سال با درخواست او سود حقوق دارد که همین مهلت را با 2 سال دیگر تا 2 سال دیگر قانونگذار تمدید نماید. تا 2 سال همین مرافع خاتمه نیافته بود و از روی درخواست مدیران مخصوص و 2 سال دیگر مهلت فعالیت آنها دراز کرده شده است و امروز تا جایی که من خبرم هست زیاده از 8 ماه مهلت باقی مانده است که همین مهلت با آخر است. تاجپوربانک و تاجیک صادرات بانک؟ تاجپوربانک و فامان فامان. دو بانک.